سلام. امیدوارم که خیلی خیلی خوب باشین. اول از همه میخوام تشکر کنم بابت کامنت ها و نظراتتون و اینکه اصلا ویدیو قبلی رو دیدین و خیلی ممنونم که انقدر حس خوب و انگیزه دادین بهم. چون من موقعی که داشتم ویدیو اول رو میذاشتم همش فکر میکردم که وای چرا گذاشتم، مثلا شاید نتونم دیگه ویدیویی بذارم، چقدر سخت جلوی دوربین حرف زدن. یا وقتی این کامنت ها رو خوندم دیدم که واقعا بقیه دوست داشتن، بیشتر تشویق شدم. هنوز هست اون استرسه و حالا یه مقدار طول میکشه که از بین بره، ولی خیلی تشویق شدم. یعنی قشنگ هلم دادید جلو که بیام جلو دوربین و ویدیو رو بگیرم. امروز میخوام یکی از کتابایی که توی ویدیو قبلی گفتم و بهتون معرفی کنم. کتاب خیالم فقط من اینطورم از برنه براون که یه توضیح خیلی 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 کوچولویی راجبش داده بودم. اگه بخوام یه توضیح مختصری بدم که کتاب در مجموع راجب چیه، بهتر بگم که برنه براون نویسنده این کتاب که روانشناس خیلی خیلی خوب و معروفی هم هست، اومد روی موضوع تأثیر شرم بر روی زنان تحقیق کرد و خیلی خیلی جالب اومده تمام چیزایی که خیلی از ماها شاید همش رو شاید یه سری چیزاش رو تجربه کردیم گفته. این که میگم تجربه کردیم این اتفاقات رو، منظورم اتفاقات به اون صورت بزرگ آسیب زننده عجیب نیست، چیزای خیلی کوچیک که من مثلا فلان کار خیلی عادی رو مثلا صبح پا میشم این کار میکنم و اون کاری که میکنم یه چیزی توشه که من احساس میکنم بقیه آدم ها اینجوری پیش نمیرن. همین میشه اون تمایز ایجاد کردن، تمایز خیلی خیلی بد ایجاد کردن که فکر میکنیم ما آدم عجیبی هستیم پس نمیتونیم فلان کار کنیم. و موقعی که برنه براون داشت روی این موضوع تحقیق میکرد، مثلا جاهای مختلف که میرفت، دوستانش حالا آدمایی که شاید شناختی ازش نداشتن خیلی کنجکاو میشدن که چه موضوعی داره تحقیق میکنه و به محض اینکه میشنیدن موضوع در مورد تاثیر شرم بر روی زنان هست، به طور عجیبی از برنه براون فاصله میگرفتن و دوست داشتن اون بحث رو ادامه بدن و واقعا برام عجیبه که نمیدونم چرا این اتفاق میافتاد تو رفتارشون. این کتاب همونطور که از اسمش پیداست در مورد اتفاقاتیه یا در مورد خصوصیاتیه که ما داریم و به خاطر اون خصوصیات و اون عادات یا اون چیزهایی که درون ما وجود داره، حتی ظاهرمون، خودمون از بقیه جدا میکنیم، جلوی خودمون رو میگیریم، خودمون رو سرکوب میکنیم که من به خاطر فلان چیز، به خاطر فلان عیب نمیتونم برم توی هر چیزی. حالا میتونه کار باشه، میتونه برای درس باشه یا توی یه جمع دوستانه شرکت کنم. و این سرکوب ها خب نتایج خیلی بدی دارن که شاید خیلی تجربهشون کرده باشیم. و این کتاب داره میگه که چطوری ما راهی پیدا کنیم که این اتفاقات درونمون نیفته یا اینقدر بزرگ نشه. تو مقدمه کتاب در مورد شرم و احساس شرم به خوبی توضیح داده شده و توی کتاب در مورد موضوعات مختلفی مثل تفاوت ترحم و همدلی که حالا اینا که جلوتر دیگه برید و بخونید متوجه میشید که چه ربطی حالا به این موضوع شرم داره، در مورد توجیه کردن اشتباهات بقیه با اینکه خودمون متوجهش هستیم چون نمیخوایم شرم برای ما اتفاق بیفته، یا کمالگرایی و مقاومت در برابر شرم، شرم و عزت نفس و خیلی چیزهای دیگه. یه چیز کوچیک که در مورد این سرتیترایی که گفتم میخوام بگم در مورد شرم و کمالگرایی، مقاومت در برابر شرم و کمالگرایی، که موضوعیه که خودم خیلی اذیت کرده و میکنه و در تلاشم که با خوندن این کتاب یا خیلی از کتابای دیگه‌ای که وجود دارن جلوش رو بگیرم.
خیلی جالبه. در مورد تفاوت جمله هایی میگه که ما به خودمون میگیم و میخواد تأثیرش رو بگه که چقدر یک جمله روی ما تأثیر میذاره، روی راهی که میخوایم بریم. مثلا یه خانومی میگه من میخوام در نگاه پدر و مادرم دختری شجاع و دختر قوی باشم، دختر خیلی خوبی باشم و هزاران چیز دیگه که میشه جاش گذاشت. و میگه این جمله باعث میشه که اون فرد درون خودش بشکنه و اون راهی که میخواد بره برای تغییر دادن خیلی پرپیچ و خم باشه و نتونه به درستی این کار رو انجام بده. ولی وقتی میگه که من میخوام ارتباطم رو با پدر و مادرم خوب کنم یا بهتر کنم، باعث میشه که اون انعطافه رو قائل بشه و بتونه به راحتی تغییر کنه تو اون موضوع. یا بهتره بگم اون دختر وقتی پیش خودش فکر میکنه من میخوام خانواده‌ام من دختری شجاع ببینن، خب تو ذهنش هست میخوام شجاع باشم، از پس همه چیز و هر اتفاقی که میفته برمیام. یا مثلا وقتی میگه میخوام دختر عالی باشم، در واقع اون ناکامل بودن ها رو نپذیرفته، چون واقعا نمیشه توی یک مسئله کامل بود، بی‌نقص بود. ولی وقتی اون جمله دوم میگه، مثلا همون در ارتباط به خانواده، من میخوام ارتباطم رو با خانوادم خوب کنم، متوجه میشه که خب یه سری نقص ها، یه سری ناکاملی ها وجود داره. وقتی اینو میپذیره و واقعا از ته دلش درک میکنه، نه اینکه فقط یه جمله رو تکرار کنه، وقتی کاملا درکش میکنه باعث میشه که راحت تر بتونه تغییر کنه. یعنی اون رفتاری که با خودش داره باعث میشه که راهش رو برای تغییر بازتر کنه. یه چیز جالبی که تو این کتاب هست و فکر نمی‌کردم جایی مثلا راجبش صحبت شه یا نوشته بشه، کلا جالب بودن این کتاب به همینه. دیدین یه وقتایی واقعا ما یه احساساتی رو تجربه میکنیم، فکر میکنیم واقعا کسی تجربه نکرده، یا اگر میبینیم کسی تجربه کرده فکر نمیکنیم جایی نوشته باشه یا همه آدما این احساس رو تجربه کرده باشن. این کتاب توی قسمتی میگه که یه خانومی از بدن خودش شرم داره و با خودش وقتی که این شرم همینطور بزرگتر میشه با خودش میگه که من از اینکه از بدنم شرم سارم، از اینکه از بدنم متنفرم، پیش خودم احساس شرمساری میکنم. و یعنی این شرمساری که به خاطر یه شرمساری دیگه ای درون ما به وجود اومده. یه وقتایی ما خودمون میدونیم کارمون اشتباهه، میدونیم که نباید از یه چیزی شرم و خجالت و این احساسات رو داشته باشیم و باز از اون هم احساس خجالت میکنیم، احساس پشیمونی میکنیم. خیلی جالب بود وقتی به این قسمت کتاب برخوردم. من دلم میخواد که یه بخشهایی از این کتاب که خط کشیدم رو براتون بخونم. حالا منظورم همه تیکاش نیست، یه تیکایی که فکر کنم اگه از رو کتاب بخونم همون قسمت ها رو خیلی بهتره تا اینکه بخوام همینطوری توضیحش بدم. باعث میشه که با اون فضای کتاب یا اون نوشته هایی که کاملا واقعی هستن آشناشین. اول میخوام یه بخشی از کتاب رو بخونم که در مورد احساس یه نفریه موقعی که اون حس شرم خفش کرده، حسی که درون خودش احساس میکنه رو توصیف میکنه و خیلی برام جالب بود، چون این احساسات واقعا مشابهن. ما فکر میکنیم که از چیزی که شرم داریم فقط برای ماست و اون باعث میشه که ما احساس تنهایی کنیم. تو خود کتابم میگه شرم باعث میشه که ما خودمون رو تنها ببینیم، فکر کنیم هیچ کسی شبیه ما وجود نداره. و وقتی کتاب میخونیم میبینیم حتی یه سری از اون احساسات هم مشترکن. یعنی اون احساسی که از روی شرم به من دست میده با چیزی که یه آدم دیگه‌ای توی یه قسمت دیگه‌ای از دنیا تجربه کرده عین هم میتونه باشه. مثلا این خانم میگه شرم حسیه که مثل موج داغی میاد سراغت و وقتی میاد با خودت فکر میکنی وای خدایا کجا قایم بشم، کجا ناپدید بشم. حالا نمیدونم برای آدمای مختلف میتونه مدل های مختلفی باشه و اینجا خیلی ها نوشته شده، خیلی از نظرات افراد نوشته شده و وقتی این کتاب میخونید بابت تموم اون احساسات شرمی که بهتون دست داده انگار پشیمون میشین یا فکر میکنین که من مثلا لایق همچین رفتاری نبودم،
رفتاری که خودم در واقع با خودم کردم. و مثلا میگه شرم باعث میشه که خشکم بزنه، کلا توانایی پاسخ دادن ازم سلب میشه. این تو خیلی از آدما هست، تو خودم و آدمای اطرافم که شاید خیلی دیده باشم. وقتی که اون احساس شرم بهشون داده میشه، یا خود من یعنی اون احساس شرم بهم داده میشه، فکر میکنم که کاملا گور گرفتم و نمیتونم حتی یک کلمه دیگه حرف بزنم، اصلا توانایی فکر کردن ازم گرفته میشه. بخشی از این کتاب که در مورد تفاوت همدلی و ترحمه، میگه که ترحم یعنی این که ما از دید خودمون یک نفری رو میبینیم توی یه شرایطی و خب میخوایم که بهش کمک کنیم، این میشه ترحم. و وقتی که ما شرایط اون فرد مقابلمون رو از دید خودش میبینیم و حالا میریم سراغش، یعنی که کاملا همدلی کردیم، یعنی تا جایی که تونستیم خودمون جای اون فرد گذاشتیم. حالا میخوام بگم چرا اصلا کتاب در مورد همدلی و ترحم گفته. در مورد همدلی گفته برای اینکه برسه به این موضوع که بخواد به ما بگه وقتی که شما نمیتونید با خودتون همدلی کنید و خودتون مورد قضاوت قرار میدین، قطعا رفتارتون با بقیه هم همین خواهد بود، به بقیه هم کمکی نمیتونید بکنید. قطعا همه ما این جمله رو شنیدیم که میگن وقتی با خودت رفتار خوب نداشته باشی نمیتونی با کسی دیگه ای هم رفتار درستی داشته باشی. تو نگاه اول خیلی کلیشه‌ایه، یعنی من خودم هر جایی که اینو شنیدم اصلا از کنارش رد شدم و نخواستم بهش فکر کنم، حتی که مثلا بی‌معنیه. ولی یه جایی شد و به این حرف رسیدم، متوجه شدم که کاملا درسته. وقتی که با خودمون درست رفتار کنیم، اون رفتاره توی رفتار ما با بقیه هم نشون داده میشه ناخودآگاه، نه اینکه ما بخوایم با کسی واقعا بد رفتار کنیم. این هم همینو میگه، کتاب هم میگه وقتی که شما در مقابل شرم خودتون با خودتون مهربون رفتار کنین، یا دقیقا همون حسی رو داشته باشین که به بقیه دارین تو اشتباهاتشون، اون موقع خیلی موفق ترین. و نکته آخری که کتاب میگه به نظرم همه باید گوش کنیم، حتی بیشتر از هر کسی خودم باید گوش کنم، اینه که راجع به شرممون صحبت کنیم با افرادی که حالا مورد اعتمادمون هستن، چون هدف کتاب همینه. اومده به چند زبون با چند منظور گفته من این حرفو که سعی کنید راجع به شرمتون با بقیه صحبت کنید و ازشون کمک بخواین، یا همین که وقتی صحبت میکنین انگار یه چیزایی درونتون حل میشه. و منم از شما میخوام که چیزهایی که اذیتتون میکنه رو با آدمایی که باشون راحتین به اشتراک بذارین. شاید به اشتراک گذاشتنش باعث بشه دید شما به اون موضوع کاملا عوض شه. و اگر دوست داشتید این کتاب رو بخونید و هم نظرتون رو به هم بگین، همین که امیدوارم کمکتون کنه توی اون مشکلی که دارین، تو اون شرمی که حالا از هر لحاظی اذیتتون میکنه. خیلی ممنونم که این ویدیو رو دیدید. امیدوارم اگه خواستید این کتاب رو بخونید واقعا براتون مفید و تاثیرگذار باشه و خوشحال میشم که دوباره نظراتتون رو راجع به ویدیو بخونم. خیلی ممنونم. خداحافظ.